خب همینجوری نشسته بودم که یهو تصمیم گرفتم. سلام بچه ها، چطورین؟ گفتم دیگه بلند شم و تنبلی رو بذارم کنار، شروع کنم کارامو انجام بدم. بریم که با هم دیگه کارا رو انجام بدیم. اول شروع کردم به عوض کردن رو تختی تا یه مقدار سرحال بشم و بعدش برنج خیس کردم و تصمیم گرفتم یه غذای آسون درست کنم. اینجا دیگه وقت مشاوره‌های آنلاینم رسیده بود و باید یه 4 ساعتی میرفتم توی اتاق و به کارم میرسیدم. واقعا یکی از انگیزه های زندگی من صحبت کردن با بچه هاست، چون خیلی حالمو میتونه خوب کنه. تصمیم گرفتم برم به گلا برسم و بعدش برم پیاده روی. درسته که خیلی هوا گرم بود ولی خیلی به من انرژی داد. اینجا وقتی از پیاده روی برگشتیم میوه رو شستیم و آقا محمدم ناپرهیزی کردن و یه مقدار کمک کرد و لازمه که اینجا ازش کمال تشکر رو داشته باشیم. مرسی پهلوان. یکی از ابزارهایی که این روزا خیلی به درد من میخوره این پلو پزه و میخوام از همینجا به سازندش بگم خسته نباشید دلاور. مرسی که با من همراه بودین. خدا نگهدارتون.